درود بیننده ارجمند، برنامه اخبار آزادی را تماشا دارید و من عبدالله اشرف هستم میزبان شما. امروز جمعه 21 دکبر است. حالا نظر میکنیم به سرخطی موضوعهای برنامه. 7000 سرباز امریکایی از افغانستان بیرون میشوند. منصبداران افغان باور دارند که خروج نیروهای امریکایی به وضع امنیتی کشور تأثیر بزرگی نخواهد داشت. نزدیکان شهروندی 91 ساله تاجیکستان از پرزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکو برای خرید یک خانه کمک خواستند. بعد گشت اومدن گفتن که ما دیگر جایی مریض میشیم، ما فقط در تاجیکستان صحت سلامتی. همه اقتصاددان و مهندس، چرا در تاجیکستان مهندس و یا لوحه‌کش شدن نمیخواهند جوانان؟ انجینر به فکر من کمتر قیمتر است نظر به همه چیو، نظر به مناسبت‌های بین‌المللی. برنامه را با خبری از مجازات افسری متهم در قتل مهاجری تاجیک در روسیه آغاز میکنیم. دادگاه حربی منطقه اورال در شهر یکاترینبورگ روسیه روز 20 دکبر الکسی کراتکوف، یک عضو گروه جنایی موسوم به بند FSB در تیومن را 24 سال از آزادی محروم کرد. در این باره خدمات مطبوعات این دادگاه اطلاع داد. الکسی کراتکوف، لیتنانت سابق خدمات بخطری فدرالی روسیه یا خود FSB، در کشتار و یک عده جنایت‌های وزنین از جمله قتل 6 نفر مهاجری تاجیک گناهکار اعتراف شد. کراتکوف 34 ساله هنگام تحقیقات با مفتشان همکاری کرده به آنها درباره اعضای دیگر این گروه که همچنان افسر FSB و پلیس بودند معلومات مهم داده است. گروه جنایی از طرف صاحبکاران تیومن برای حفظ منفعت‌ها، غارت، دزدی، پولستانی و حتی کشتار استفاده می‌شد. پلیس در ماه ینور سال 2017 بعد سلسله کشتارها اعضای این گروه را دستگیر کرد. برونشوی نزدیک به نصف سربازان امریکایی از افغانستان به وضع امنیتی این کشور جنگ زده تأثیر بزرگ نخواهد داشت. این است اولین عکس‌العمل دفتر مطبوعاتی پرزیدنت افغانستان اشرف غنی به خبری ارزیابی کاهش نظررس نیروهای امریکایی در افغانستان که در رسانه‌های خبری امریکا با اشاره به نام پرزیدنت این کشور دونالد ترامپ نشر شده است. بعضی منصبداران امریکایی که نخواستند نامشان آشکار شود به خبرنگاران گفتند که این قرار الکی قبول شده است. در حال حاضر طبق اطلاعی رسیده در افغانستان تخمینا 14,000 سرباز و افسر امریکایی مستقر هستند. 19 دکبر پرزیدنت ترامپ غیر منتظره فرمان داده بود که تمام نیروهای امریکایی از سوریه خارج شوند. یک شهروند تاجیکستان از الکساندر لوکاشنکو پرزیدنت بلاروس کمک خواسته است. این زن لیاکادیا کوفتونی بلاروس تبار از 91 سال عمرش 70 سال باز در دوشنبه زندگی می کند. او سابقه‌دار جنگ دوم جهان است و به امید خانه وسیع‌تر اتاقش را در یک بلند آشیانه دوشنبه فروخت و پولش را به شرکتی ساختمانی داد. در این میان شرکت ساختمانی کساد شد و لیاکادیا به خانه ماند. کوفتون اکنون از پرزیدنت بلاروس امید کمک را دارد که در ایام پیری به او در خریداری یک خانه کمک کند. سرانگیزی نوروز شاه ادامه می‌دهد. یک ваъдаи президенти Беларусия ин сокини 91 солаи душанберо ба ҳалли мушкили бехонагӣ умедвор кардааст. ӯ собиқадори ҷанги бузурги ватанӣ зодаи Беларусия аст ва наздик ба 70 сол боз дар Тоҷикистон зиндагӣ дорад. ман фақат мехоҳам як хонаи шахсии худро бо шароити мусоид дошта бошам ва дар Тоҷикистон орому осуда зиндагӣ кунам. мушкили бехонагии ӯро наберааш Виталий Рагулин дар як мулоқоти рӯзноманигорон ба президенти Беларусия гуфтааст. لیاکادیا کوفتون حالا نمیداند با کدام راه لوکاشنکو میتواند مشکل او را حل کند، ولی این خبر او را خوشحال کرده است. با چندین مقامات مراجعت کردم. عریضه نوشتم ولی بی‌نتیجه. به من گفتند نیازمندان خیلی زیادند و حالا جای زیست دارید و آنجا زندگی کنید. این سابقه‌دار جنگ بزرگ وطنی میگوید بارها نزدیکانش از او دعوت کردند که به زادگاهش بلاروسیا برگردد. солҳои 1949 баъди ҷанг ба мутахассисон зарурат зиёд буд. аз рӯзҳои аввале ки ба душанбе омадам ин шаҳри сабзу зеборо дӯст доштам. ин ҷо ҳама арзонӣ буд. аз ин ҷо ба дигар ҷо рафтан аслан нахостам. корамро дӯст медоштам ва шавҳар карда мондам. соли 1926 дар Беларусия таваллуд шуда дар 14-солагӣ ба ҷанг рафт. баъди хатми донишкада охири солҳои 40 дар синни 24 барои кор ба Тоҷикистон сафарбар шуд.
13 ساله او در اداره توجیک گئولوژیا فعالیت کرده است. بعد مرگ شوهر و دختری یگانه اش با نبیره و ابیره ها تنها ماند. خواست که خانه تنگش را که سالهای شوروی با مهنت خود به دست آورد به خانه برهوایی وصل کند. خانه را فروخته به یک شرکت ساختمانی مبلغ گذاشت. شرکت مفلس شد ولی اکادیا مثل ده ها و صدها نفر دیگر سرگردان و بیخانه ماند. در این خانه حالا فقط همین پیانین از ما است. در این چند سال ما بارها از یک خانه به خانه دیگر کوچ بستیم. در اول بعد فروختن خانه من در یک منزل نیم سال زندگی کردیم. به ما حتی وعده خانه نکرده بودند. این سابقه دار جنگ امروز 1700 سومانی نفقه پولی میگیرد. در 70 سالگی ایدی غلبه مقامات شهر دوشنبه تصمیم داشتند که این زن سابقه دار را با منزل زیست تامین کنند. خبر آمد که از روسیه به او یاری میرسند و خانه خریده میتونند و به همین سبب با او خود خانه جدا نکرده نشد که حل شد این مسئله، ولی بینید که همین مسئله حل خود را نیافت. فعلا در دوشنبه مثل لیاکادیا کوفتون حدوداً 10,000 روس زبان ها مقیم شده و زندگی دارند. ناآرامی ها و مشکلات دیگر هم سبب ترک تاجیکستان کردن آنها نشد. مهمانی و در همه جا مریض شده است. بعد گشته آمدن گفتن که ما دیگر جورایی مریض میشیم، ما فقط در تاجیکستان صحت سلامتی. دلیل بازماندن اکثر آنها به گفته این مسئول این است که مثل لیاکادیا کوفتون این دیار را دوست داشتند. کمبود متخصصان علوم دقیق را در تاجیکستان در دوران شوروی نفران مثل این زن بلاروس تبار پر می‌کردند که اکنون به سن 91 سالگی رسیده و بازنشسته شده است. حالا کشور باز به چنین متخصصان نیاز دارد، اما جوانان تاجیک نمی‌خواهند مهندس و برنامه‌ساز و متخصصان علوم دقیق شوند. میل داوطلبان در انتخاب کسب بیشتر به سوی اختصاص‌های گومانیتری است. چرا تقاضای بازار کار و میل جوانان در انتخاب کسب در تاجیکستان به هم راست نمی آید؟ کیومرسی عطا گزارش می دهد. در تاجیکستان سالهای زیاد میان جوانان اختصاصهای گومانیتری، طب و ورزش معروف است. اما بعد از گرفتن دیپلم از 2 حصه ختم کنندگان با اختصاص خود کار نمی کنند. جوانان دانسته فاکولته های گومانیتری را انتخاب می کنند چون می دانند با آن دانشی که در مکتب ها گرفتند در فاکولته های برنامه سازی و یا لایحه کشی تحصیل کردن نمی توانند. انجینر به فکر من کمتر قیمتر است نظر به همین چیو نظر به مناسبت های بین‌المللی. بیشتر فن‌های گومانیتری را دوست می‌دارم. از این رو فاکولته ژورنالیستیکا را انتخاب کردم. математика, мне кажется, это не моё. математика фанни ман нест. ҳар чизе ки бо фанҳои гуманитарӣ рабт дорад аз они ман аст. хай падарум экономистан, ман мехом экономист кор кунам дар аэропорт. داوطلبان امتحان‌های ورود به دانشگاه‌ها را در مرکز ملی تستی می‌سپارند. اختصاص‌ها به 5 کلاستر تقسیم شدند. داوطلب از 12 رویه یکی را انتخاب می‌کند و امتحان عمومی می‌سپارد. جوانان کلاستر یکم که تکنیکی و مهندسی است خیلی کم انتخاب می‌کنند. اگر انتخاب داوطلبان را با سال گذشته قیاس کنیم، در سال 2017 از شمار عمومی داوطلبان 83% کلاستر اول را انتخاب کردند. سال جاری باشد 92% داوطلبان این کلاستر را انتخاب کردند. составляет около 92%. ارتش حقوقشناسان و اقتصاددانها و منیجرها و ورزشکاران سال به سال می افزاید، ولی جایهای کاری برای آنها در کشور نیست. داوطلبان اساساً رویه‌های گومانیتری را انتخاب می‌کنند. انتخاب آنها بیشتر سر اختصاص‌های مثل مناسبت‌های بین‌المللی، حقوق شناسی، اقتصادیات می‌افتد. ما برنامه‌ای بکالوریات با اختصاص متماتیکای نظریوی داریم، اما یک جا همگی 25 کس داوطلب شدند. در جمهوری کمبود مهندسان و متخصصان تکنیکی شدیداً احساس می‌شود. در مورد آنکه چه مقدار متخصصان عین زمان نمی‌رسند معلومات نیست. مرکز هر سال در میان خوانندگان مکتب‌های همگانی میانه و میانه مخصوص کارهای فهماندهی میبرد تا که داوطلبان را به کلاستر یکم به آن اختصاص‌هایی که واقعاً در بازار مهنت به آنها ضرورت وجود دارد جلب کند. برای تغییر دادن وضعیت تنها کارهای تبلیغاتی کافی نیست.
بلکه نفوذ و اعتبار کسب‌های تکنیکی را باید بالا برد. سطح دانش میانه را بلندتر کرد و زمینه مالیوی متخصصان این ساحه را بیشتر نمود. متخصصان میگویند این کار از حالا شروع شده است، اما برای به دست آمدن نتیجه سالها ضرور است. با نزدیک شوی سال نو که بر پایه سالشماری چینی سال خوک است، در روسیه خوک‌های مینیاتوری یا خود خوک‌های پکنه به حیث تحفه تقدیم میشوند. به قول خوک پروران، تحفه دهندگان و تحفه گیران باید در یاد داشته باشند که این نوع خوک‌ها تا 40 کیلوگرم وزن میگیرند. هرچند هنگام فروش خوک‌های مینیاتوری خیلی خوردن و حتی در کف یک دست جای میشوند. ادامه موضوع در گزارش خرامان بقازاده. بنابر تقویم چینی رمز سال 2019 خوکی زردی زمینی بوده است. از اینجاست که در تقویم و دیگر سوغات سال نوی روس‌ها عکس خوک بسیار به چشم می‌خورد. امسال در بین مردم روسیه توجه به خوک‌های مینیاتوری و یا طور انگلیس‌ها میگن مینی پیگ‌ها زیاد شده است. مینی پیگ خرد در کف دست جای می‌گیرد. انتون زالگین چند سال این جانب 2 مینی پیگ را نگهبانی می‌کند. به نیفاتسی و برکلای تخمیناً 30 کیلوگرمی وزن داشته، کلمه مینیاتوری برای آنها مناسب نیست. این حیوان خانگی کلان است. در ابتدا وقت خورد است سرش را بالا نمی کند. بعد خود را آرام حس کرده به تخریب دیوارها و مبل شروع می کند. آنها را باید تربیت کرد، به نزد طبیب برد. وقتی در خانه نیستید همسایه می تواند که سگ و یا گربه شما را غذا دهد. اما فکر نمی کنم کدام یکی از همسایه ها راضی شود که در زمان نبودن شما خوک شما را به خانه‌اش راه دهد. با قول زالگین بسیاری ها این پهلو را فکر نمی کنند و خوکی مینیاتوری می خرند، ولی وقتی حیوان بزرگ شد نمی دانند با او چی کار کنند. هر کس می خواهد که در عرفه سال نو با خوک صورت داشته باشد. من در یاد ندارم که سال خروس همه به خریدن خروس توجه کنند. وقتی خوکی مینیاتوری 2-3 ماه است در کف دست جای می گیرد و هر کس می خواهد با آن صورت گیرد. بعد با آن چی کار خواهند کرد؟ با این سگ بینی کلان. رئیس تئاتر خوک‌های مینیاتوری کسینیا ریمیزова با زالگین موافق است. نگاه و بینی این نوع حیوان تشویشی بسیار دارد. او میگوید حاضر مینی پیگ خریداری بسیار دارد، اما در ماه ینور شماری زیادی آنها در کوچه میمانند. خیلی ناراحت کننده است که این حیوان ها را استفاده میبرند و سپس بعد مدتی از آنها شانه خالی میکنند. حالا ینور هم ناآمده است، ولی ما الکی 4 خوک مینیاتوری را پس گرفتیم. یکی را به کسی دیگر دادیم، یکی دیگرش بیمار است. در ماه ینور برای 2 تای دیگرش صاحب پیدا میکنیم. هم ریمیزова و هم زالگین میگویند که پرورش خوک‌های مینیاتوری تشویش زیاد دارد، ولی اگر انسان این مشکلات را پشت سر کند، مینی پیگ هم به صاحبش لحظه‌های خاطرمان و مثبت هدیه میکند. ساکن شهر تاشکند شاهزاده حسینова میگوید که از دست 3 زن ناعادلانه جبر کشید، اما پلیس تا حال آنها را جزا نداده است. این زن که 28 سال دارد و 2 کودک را تنها بزرگ میکند، ظاهرا قربانی رشک زنی دیگر شده است. حسینова میگوید که روز 4 اکتبر 3 زن به منزلش وارد شده او را لطوکوب کردند و سرش را تراشیدند. آزاردهندگان به گفته حسینова تا به حال به جوابگری کشیده نشدند. مرکزی مطبوعاتی دادستانی کل ازبکستان و بخش ازبکی رادیو آزادی گفت که پرونده تحقیق شده 4 دکبر به مقامات ملیسه ناحیه یونس آباد تاشکند فرستاده شد. در خلاصه تشخیص طبی دادگاهی این حادثه گفته شده است که حسینова از این حمله جراحتی سبک برداشت. بیننده ارجمند، وقتی جدا شده برای برنامه ما اینجا به انجام می رسد. مطلب و گزارش های دیگر را می توانید در سامانه www.azadi.org مطالعه کنید. گزارش های ما همچنان در صحیفه های آزادی در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، ادناکلاسنیکی و آزادی ویدیو در یوتیوب دسترسند. صبح پگاه شما را در نشر نوبتی نوید بامدادی منتظریم. تا آن دم خدا نگهداری هر یک شما.